فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده پرسیدن که ایشون خرید و فروش تریاک میکنن، نه مواد دیگری که حرام باشه، و آیا پول تریاک حرام است؟ گفته بعضیا میگن که پول تریاک حرام است و خیری برای من ندارد یا برکت ندارد. ماشین آخرین سیستم و خانه و هر چیز که ایشون دارن از این راه هست. لطفاً جوابشون رو بدید که آیا این حرام است یا راهنمایی هم بکنید. آقا یاسر این سوال رو فرستادن. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. الحمدلله در مذهب اهل سنت و الجماعت، خصوصا در تا جایی که من اطلاع دارم اهل سنت و الجماعت در ایران، علمای ما 10 سال قبل کتاب‌هایی درباره تحریم و حکم حرمت مواد مخدر تألیف کردند. من جمله از قدیمی ترین کتاب‌هایی که در این زمینه نگاشته شده کتابی هست از استاد بزرگوارمون مولانا محمد ابراهیم دامنی رحمت الله علیه و همچنین شیخ الحدیث استاد گرانقدرمون جناب مولانا محمد یوسف حسین پور حفظه الله در این زمینه هم کتابی دارند، حکم شرعی مواد مخدر، که از دیدگاه اهل سنت و الجماعت هیچ گونه شک و تردیدی در این وجود ندارد که مواد مخدر به هر اندازه که باشد، از سیگار گرفته تا مواد مخدر پیشرفته‌ای که امروزه وجود دارند، در ضمن و در میان این مجموعه تریاک است که بیننده عزیزمون از اون سوال کرده. و اهل سنت و الجماعت یک معیاری رو دارند و یک اصول و قواعدی رو دارند که برگرفته از احادیث و گفتار رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. به طور مثال حدیثی هست از صحیح بخاری که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کل مسکر حرام، هر چیزی که نشه آور باشد و انسان را از حالت طبیعی بیرون بکند حرام هست. این یک قاعده کلی و عمومی هست و تریاک در واقع زیر مجموعه این حکم میتوند قرار بگیرد. و یک حکمی که واقعا یعنی جای تأمل هست این است که هر چیزی را که الله متعال حرام کرده باشه، عینش را، ذاتش را و خود اون چیز حرام شده باشد، در واقع پول و درآمدی که از این طریق به دست میاد اونم حرام هست. مانند این مثلا که شراب حرام هست، کسی که معامله بکند خب معاملهش هم حرام هست و پولی که به دست میاد هم حرام هست. مثلا گوشت خنزیر مثلا حرام است در شریعت اسلامی، پس بنابراین پولش هم حرام هست. و این مطلب از یک حدیثی ثابت شده که حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت کرده که رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره یهود فرموده لعن الله الیهود و النصارى حرمت علیهم الشحوم، که الله متعال بر یهود و نصارا پیه حیوان را حرام کرده بود، اما اینها چیکار کردن؟ رفتن به جای این که به اصطلاح از این باز بیایند و این حکم شرعی رو قبول بکنن، در روایتون فباعوها و اکلوا ثمنها، اینو فروختند، خودشون نمیخوردن اما معامله میکردند این پیه ها را و پول اون را میخوردند. در ادامه حدیث حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه که نقل میکنند از رسول الله صلی الله علیه و سلم، ایشون فرمودند و ان الله عز وجل اذا حرم شیئا حرم ثمنه، اذا حرم اکل شیء حرم ثمنه. هر وقتی که این قاعده کلی است که الله متعال یک چیزی را خوردنش را حرام بکند، یعنی خوردن و استفاده کردن از اون حرام باشد، پس بنابراین پول و درآمدش هم در واقع حرام هست. این حدیث صحیح است، ابو داود این روایت کرده و علامه البانی رحمت الله علیه این حدیث رو در واقع تصحیح کردن. پس بنابراین این معامله تریاک یا هر یک از مواد مخدر، حتی سیگار و تنباکو، از دیدگاه اهل سنت و الجماعت حرام هست و پول و درآمدی که از این راه کسب می شود باز هم حرام است، استفاده از اون ناجایز هست. و سعی بکنند کسانی که مبتلا به این در واقع عمل نامشروع هستند که از این عمل باز بیایند، توبه بکنند، استغفار بکنند، از گذشته خودشون پشیمان بشوند و یک منبع درآمد جدیدی رو که حلال و مشروع باشه اونو برای خودشون پیدا بکنند.